ماجراهای نوید. مگه نمیبینی دست و پام یخ زده؟ بابا گفت زیر زود پسو خاموش کن، هنرم به هم نریزید. خیلی خوب، الان وسط مبارزم. مبارزه؟ صدای چی بود بچه ها؟ صدای بازی بچه هاست. یکی طلبت آبجی جون جبران میکنم. امشب باید گشنه بخوریم. به نظرم به مامان بگیم نوید. نه، خودمون از پسش برمیایم. خیلی خوب دیگه نوید جون، من باید برم، مامانم نگرانم میشه. خداحافظ خاله جون. کجا میری؟ شام میموندی خاله. چه شامی؟ نه دیگه زحمت نمیدم، خداحافظ. عجب بی‌معرفتی ها. بابا چی کار داره تو این اوضاع؟ سلام نوید جان، خوبی پسرم؟ سلام بابا، ممنونم. ببینم مامانت هست؟ چی داره استراحت میکنه؟ خیلی خوب، میگم حواست باشا، امشب قراره برای مامان جشن بگیر. باشه چشم، خیالتون راحت بابا. مام داریم خودمونو آماده میکنیم، نگران نباشین. پس من کیک و کادوها رو میگیرم پسرم. میبینمتون. خداحافظ. باشه خداحافظ. بهتر نبود راستشو به بابا میگفتیم؟ امشب بدون شام میمونیم. نه بابا، آشپزی که کاری نداره. من خودم یه شام خوشمزه درست میکنم. مطمئنی؟ دستور پخت. دستور پخت. اینم از نمک. اینم فلفل. بریز یه کمی دیگه. مامان همیشه زیر شونه رو کم میکن. باشه الان کمش میکنم. اینم کم. میگم مطمئنی میخوای به مامان نگیم؟ آره بابا، غذامون آماده است دیگه. گفتم که از پسش برمیایم. آره ولی فکر نکن. بابا اومد. سلام آقا نوید. سلام بابا. چطوری بابا جون، خوبی؟ خب بگو ببینم همه چی مرتبه؟ بله. خیلی خوب، بیا بابا. آخه گفتم به مامان بگیم گوش ندادی. اشتباه کردم. اینم از این. خب به ببین مامان چی کار کرده. خسته نباشین.
یه چیزی باید بهتون بگم. راستش اینکه طعم غذا خوب نشده به خاطر اینه که خب به خاطر اینه که به خاطر چیه؟ خاطر اینه که من نتونستم مثل همیشه آشپزی کنم. تازه همینم بچه ها کلی کمکم کردن. مگه نه نوید؟ خب نه بابا چه حرفیه، اینم نعمت خداست. خیلی هم زحمت کشیدین، دستتون در ای وای. این دیگه چی؟ این از کجا اومد؟ میگم این غذایی که از آسمون بارید از اینم خوشمزه تر بودا. کاش میفهمیدم چجوری این همه کارو با هم انجام میدی. مامان قشنگم روزت مبارک. کات نوید صافتر وایسا دوباره میگیری. ای بابا گفتم نخند نورا جان. خیالتون راحت این بار عالی بازی میکنم. من این نویدو با اون لپش میبینم خندم میگم میگیره. شوخی شوخی آشپزی کردیم. عالی شد. بابا نورا برای بار 10 اینقدر نخند.